زشت و شرمنده و دارم این موقع دیگه سلام میکنم بعد این همه وقت و با کمال پررویی ویدیو بعدی خودم رو تقدیم شما میکنم. میدونم خیلی وقت گذشت، خودم هم خیلی شرمندم، بیشتر شرمنده خودم هم در واقع، چون که خب خیلی دوست داشتم مصرانه این داستان ویدیوهای دور دور ادامه پیدا کنه، ولی حالا بنا به دلایلی نکرده، یه ذره لاهاش داره وقفه زیاد میفته یا علی ولی خب خیلی اتفاقا افتاده. مثلا مهمترین و خفن‌ترین اتفاقی که افتاده اینه که بنده از خود اشتغالی یا به قول اینور یا فریلنسینگ رسیده ام به کارمندی. من استخدام شدم تقریبا الان 1 ماهه که میرم سر کار. یه شرکت تبلیغاتی خیلی باحالیه که همین کاری که همیشه میکردم، ویدیو سازی و گرافیک و فلان این داستان هاست. اصلا یادم رفت چی میخواستم بگم. آقا موضوع بحث امروز جدا از این که یک دونه معرفی فیلم خیلی مختصر دارم بهتون، این که من یه فیلم عالی دیدم دیشب به اسم یانو استویاکی، یعنی I'm not here anymore، یعنی من دیگه اینجا نیستم. کار ساخته فرناندو فریاس اگه اشتباه نکنم که خیلی خیلی زیبا بود. و نکته جالب این که اتفاق فیلم در مثلا 10-12 سال پیش همین شهریه که الان دارین با من توش دور دور میکنین، توی مونتری اتفاق میفته فیلم و خیلی خیلی فیلم جذابی بود. اونایی که فیلم مکزیکی دوست دارن ببینن، با سینمای مکزیک آشناشن، که یه بارم صحبتش کردیم، سینمای بی‌نظیر و قوی داره از کارگردانایی مثل کوارون گرفته تا اینیاریتو که دیگه اینجاییه. آره این فیلم هم ببینین اگر که مخصوصا عاشق فضاهای خیلی آقا نمیگم دیگه، بیشتر از این نمیگم که اسپویل نشه. خیلی فیلم عالی بود از نظر من بیننده. آره چه جالب، ما یه قسمت دیگه این خیابون قبلا رفتیم، حالا بنا به دلایلی که نمیدونم چرا این خیابون تکراری شد، ولی اصلا مهم. آقا من کار پیدا کردم. این قسمت میخوام در مورد خود اشتغالی و زندگی کارمندی باهاتون صحبت بکنم، چون که من خواهم به عنوان آدمی که تقریبا 5-6 ساله که فریلنسینگ کرد، میخوام که تجربه هام با شما در میون بذارم که آقا چه بدیایی داشت چه خوبیایی داشت و الان زندگی کارمندی چه بدیایی داره چه خوبیایی داره. اولین اتفاقی که میفته برای شما و اولین چیزی که همیشه رویای خود اشتغالی و فریلنسینگ رو در سرشون میپرورونن این که آقا درسته شما رئیس خودتی، خیلی هم عالی، ولی کن باید در نظر داشته باشی که وقتی قرار رئیس خودت باشی باید یه شغل به شغلای خودت اضافه کنی و اونم ریاست بر خوده، یعنی یک مسئولیتی به مسئولیتات اضافه میشه. اینکه خودت باید به خودت پروژهاتو بگی باید چجوری انجام بشن، کی انجام بشن، در چه فرمتی انجام بشن، کی تحویل داده بشن. دیگه شما یه رئیس بالا سر خودت نداری که بیاد همه اینا رو بهت بگه. دومین اتفاقی که میفته اینه که شما زمان کار دست خودته. یعنی من بارها شده آقا نصف شب پا شدم حوس کار کردن گردم، نشستم فلان ویدیو رو تموم کردم، فلان پوستر رو ساختم و فلان اینا. هر وقت دلت بخواد کار میکنی دیگه، نه خبری از صبح زود پا شدن نه شب زود خوابیدن و فلان. آقا امروز دوست داری پا میشی میری مهمونی تو میری، فرداش میشینی سر کارت، یعنی اون چیزی که ازش عقب افتادی رو فردا جبران میکنی. ولی این مدلی نیست که رفیقت زنگ بزنه بگه آقا پاشو بریم فلان شهر، بگی که من نمیتونم فردا سر کارم. نه، پا میشی میری و هیچ اتفاقی هم نمیفته. فردا پس فرداش عوضش دهن خودت سرویس میکنی، میشینی تموم میکنی اون کاری که باید میکردی رو. اینا از مزایاش و ساعت دست خودت دیگه، ولی باز یه ریاستی میخواد بر خودت داشته باشی که آقا یهو عقب نیفته اصلا پروژه ها بمونه رو هوا. ولی حالا فرقش با کارمندی چیه؟ همین دوتا مورد رو فعلا با هم بررسی بکنیم. توی کارمندی شما یه رئیس داری. خب اون رئیسه چی کاره است؟ رئیسه تقریبا همه کاره است، ولی توی جاهای خیلی به دردت میخوره، چون که اون میاد به تو یه سری خط و خطوطو میده، اون میاد یه سری درخواستا رو ازت داره بهت میگه که چی کارا باید بکنی چی کارا نباید بکنی. این موتورش چیه؟ چقدر خوشگله.
آره میاد به شما میگه که آقا فلان چیز باید فلان روز انجام بشه. دیگه تو نمیخواد بیای برای خودت برنامه ریزی بکنی. یه خوبی داشتن رئیس سر کار تو زندگی کارمندی اینه که تو یه سری عمده برنامه ریزی ها رو دیگه نمیخواد بکنی چون که یکی دیگه داره وسط میکنه. ولی از اون بعد همین آدمه میتونه بره رو مخ دیگه، چون که هی ارد میده و دستور خواهد داد به تو یه سری کارهایی شاید ازت بخواد که نتونی بکنی یا نخوای بکنی. خب همه اینا هست دیگه، کاملا اون مدیریت و برنامه ریزیه با خودت نیست، دست یکی دیگه است. هر سازی هم اون بگی باید برقصی چون که حقوق میخوای دیگه، در نهایت آخر ما اون پوله رو باید بگیری دیگه، رضایت رو باید جلب بکنی. آره. و دومین داستان چیه؟ آقا ساعت. شما در زندگی کارمندی هر روز باید 8 صبح پاشی، حالا برای خیلی یا 6 صبح باید پاشی، حالا من هر روز 8 پا میشم. 6 صبح باید پاشی و بری و دوشتو بگیری و بدو بری تو ترافیک و فلان و برسی به محل کارت. شما توی فریلنسینگ زمان دست خودته دیگه، هر کاری دلت بخواد میتونی بکنی. خب هر وقتی هم که دلت بخواد میتونی اون کارها رو بکنی. ولی بدیش چیه؟ اینکه تو باید اون زمان رو مدیریت بکنی و اون خیلی سخته. شما باید به خودت یه دیسیپلینی بدی دیگه، یعنی شما باز همون شغل مدیریتیه به خودت اضافه میشه و یکی دیگه از وظایفی که باید انجام بدی اینه که به خودت ساعت کار بدی که خیلی سخته توی فریلنسینگ، چون که ساعت کارت بازه، هر کار دلت بخواد بده. آره. یه فرق اساسی دیگه ای که دارن محل کاره. شما توی فریلنسینگ خب اسمش اینه که همه جا میتونی کار کنی، میتونی بری فلان کافه بشینی کار کنی، میتونی بری خونه رفیقت کار کنی، میتونی بری لب ساحل کار کنی، هر کار دلت بخواد میتونی بکنی دیگه. وقتی که پشت کامپیوتر نشینی هر فضایی که واقعا عشقت بکشه میتونی بشینی کار کنی. ولی خب این اتفاق توی کارمندی نمیفته. شما یک محل کار داری، یه پا میشی میری توی اون محل کارت و کارت انجام میدی میری خونه. بعدیش چیه؟ خوبیش چیه؟ بعدیش اینه که تو زندگی کارمندی اون محل کاره بعد این مدت خسته کننده میشه، چون که هیچ تنوعی درش نیست. حالا چیکار باید کرد؟ به نظر من باید بشینی میزتو عوض بکنی، خرت پرتای رو میزو جا به جا بکنی، یه عکسی اضافه بکنی، یا اصلا اگه شد به رئیست بگی آقا من بشینم یه جای دیگه، یا حالا هر کار دیگه. ولی خب توی فریلنسینگ هر جا دلت بخواد میتونی بشینی. ولی حالا بدی فریلنسینگ چیه؟ اینکه تو اسمش اینه که خب همه جا میتونی کار کنی، ولی در نهایت بیشتر تایم تو خونه داری کار میکنی. خب شما بعد این مدت به خودت میای و میبینی که دیگه هیچ ماهیتی از خونه و محل کار توی ذهنت نیست، چون که این دوتا در هم ادغام شدن. خب دیگه نه جایی به اسم محل کار برای تعریف شده که هر وقت بری توش جدی باشینی کارتو بکنی، نه جایی به اسم خونه برای تعریف شده که خستگیاتو بیاری بریزی توش و دیگه به کار فکر نکنی. میدونی هر وقتی که تو خونه ای ممکنه به کارت فکر کنی، هر وقتی که تو داری کار میکنی ممکنه به سرگرمی و تفریحت فکر کنی و این خیلی خیلی فاکتور واقعا مخرب فریلنسینگ اینه به نظر من. حالا از اون ور باز این خونه بودن و بیرون بودنه باز یه تاثیر خفن دیگه ای که داره معاشرت ها و رفتار اجتماعی شماست. من یه دوره‌ای که فریلنسینگ کردم کمترین تعداد دوست رو در زندگیم داشتم، چون که خب هیچ ارتباط انسانی شما نداری با دنیای بیرون مگر دایره دوستایی که داشتی از قبل که با همونها معاشرت کنی، ولی تو با آدم جدیدی آشنا نخواهی شد. ولی شما توی یه اداره که میری خب همکارتون میبینی، با یه آدم جدید آشنا میشی، همکارت یه سری دوستا داره، تو اگه با همکارت یه روز بری بیرون دوستای اونو میبینی، با دوستای اون آشنا میشی، یه دایره انسانی تو بزرگ و بزرگتر میشه توی معاشرت‌های اداری. مگه اینکه حالا همکارا مزخرفی داشته باشی اصلا نخوای معاشرت کنی، که حالا پیش نمیاد آدم از 10 تا همکاری و همشون با هم مزخرف باشن، 6 تاش هم مزخرف باشه 4 تاش به درد آدم میخوره. شما توی کارمندی پول کمتر از فریلنسینگ در میاری. تجربه شخصی بنده، من هر پروژه‌ای که فریلنس برمی داشتم کار میکردم خب خیلی پولش بیشتره. اصلا همین کاری هم که اگر شما الان کارمندی یه لحظه به این فکر کن، تعداد مشتری که میاد توی اون شرکت، توی اون کمپانی که شما هستین، هر جایی که هستین رو ضرب در هزینه‌ای که اونها به شرکت پرداخت میکنن بکن، ببین چقدر زیاده. حالا ببین که کار چند تاشون رو میتونی خودت تنهایی انجام بدی.
اونو سرشکن بکن تو حقوق ماهت. ببین اگر شما چه میدونم 5x داری حقوق میگیری، وقتی فریلنس بکنی اون 5x تبدیل میشه به 20x. خب ولی این خوبیش، این خوبی فریلنسینگ. بعدیش چیه آقا؟ یهو شما 6 ماه کار میکنی هیچی مشتری نیست، مثلا 2 ماهش عین بنز داری پول در میاری، 3 ماه یه پرنده هم پر نمیزنه، اصلا در کامپیوتر هم باز نمیکنی، دوباره 4 ماه اون بر میتره کنید، خدا تومن کاسب میشی، دوباره ممکنه یه 2 هفته مریض شی نتونی کار کنی، هیچی پول در نیاری. این بعدیش. حالا اون بر بعدی کارمندی رو گفتیم دیگه، گفتیم که پول توش کم در میاد، چون حقوقی که شما در ماه میگیری به زحمتی که میکشید اونجوری تعادل ارزشی نداره. ولی از اون یه چیز خیلی خوبی داره، اینه که آقا شما چیز میشی، شما در نهایت در آخر هر ماه خیالت راحته که یک مبلغی قراره شما بگیری و اون مبلغ قطعیه، 100% تو اون 5x تومن دلار هر چی که هست و در آخر ماه دریافت میکنی و طبق اون میتونی برنامه‌ریزی بکنی، چیزی که توی فریلنسینگ وجود نداره. اینکه تو بتونی راجع به پولت برنامه‌ریزی بکنی. چه کرد؟ توی فریلنسینگ هیچ برنامه‌ای رو پولت نداری، مگر اینکه انقدری بتونی هی ذخیره بکنی، پس انداز بکنی، از اون پس اندازت هر وقت کم آوردی خیالت راحت باشه اون خرج کنی. حالا اینا فرقای عمده‌ایه که بین خود اشتغالی و کارمندی است که به ذهن من رسید، که برای شخص من چیزی که خیلی عذابم میداد توی فریلنسینگ نبود دیسیپلین بود، چون که دیسیپلین کردن خود آدم خیلی سخته. اینکه تو بیای به خودت بگی که آقای امیرخان از فردا 9 صبح پاشو تا 11 مثلا کار کن، این برنامه سخته، این نوشتنش آسونه، عمل کردن بهش خیلی سخته. ای وای ما افتادیم این بر ببینیم این بر چی. آره ولی خب تو کارمندی معلومه دیگه، برنامه‌ت مشخصه. یه فرق اساسی دیگه ای که داره، یه فرق خیلی بزرگی که داره که من اینجایی که می‌خواستم استخدام شدم جز شروط من نشستم واسه یارو شرط استخدامم گذاشتم، گفتم که آقا من تا 6 از که کار میکنم 6 به بعد شما نه حق داری به من زنگ بزنی، نه حق داری ازم حالمو بپرسی، نه پروژه بهم بدی، نه هیچی. یعنی از 6 به بعد بحث کار تعطیل خواهد بود و این اتفاق در زندگی شما وقتی که فریلنس میکنید هیچ وقت نمیفته. کجا رسیدیم؟ چه جاهایی اومدم امروز؟ آره تو توی فریلنس همیشه مجبور نیستی، ولی همیشه این اتفاق میفته که داری به کارت فکر میکنی. اینم یه فرق بزرگ دیگه. چی شده؟ یه فرق گنده دیگه خود اشتغالی و کارمندی. قطار اون بالاست. من نمیدونم آقا زاویه دوربین امروز حواسم نبود، چون من یه رو کلام خورده زمین، این جایی که دوربین زیرش وزن میکنه زیر بالا پایین شد و نمیدونم که الان صافه صوفه اصلا کجا رو داره نشون میده، ولی سعی میکنم که خوب باشه. ما رسیدیم به سن نیکولاس. سن نیکولاس یه شهریه که در کلان شهر مونتری قرار داره، ولی که شهری جدا از خود، مثل تهران، مثل استان البرز الان چجوریه 600 تا شهر توشه، ولی که همشون شدن استان البرز. اینجا هم این مونتری خودش این تهران یکی از شهرهای مونتریه. آره خلاصه این که آقا دم شما گرم تا اینجاشو گوش دادین. من خیلی دلم براتون تنگ شد، خیلی دوست داشتم که هی بیایم و یه قسمت با هم ضبط بکنیم، مثلا حرف بزنم، خالی کنم و شما گوش کنید. اونایی که تجربه کارمندی دارین و احیانا حالا یه دوره از زندگیتون هم خود اشتغالی داشتین، بیاین تو کامنت ها برای من بنویسین آقا تجربه شما از هر کدوم چی جوری بوده. امروز 26 سپتامبر 2020 در شهر مونتری به سمت مرکز شهر با شما خداحافظی میکنم. این ریلی هم که الان دیدیم وسط شهر، این ریل کار میکنه. من یه بار داشتم اینجا رد میشدم دیدم قطار رد شده وسط شهر، نه ترافیک چیه، نه چراغ راهنمایی داره، نه هیچی. دیدم یه فان فکتی بودش که گفتیم دیگه. آره چاکرتونم، خیلی محبت کردیم، ویدیو رو دیدین، دم همتون گرم. اگر که تاپیک خاصی هستش که به نظرتون جالب میشه رو موتور، اگر جای خاصی هستش تو نقشه یهو نگاه کردین دیدین که آی من مثلا فلان جای مونتری چقدر باحال میشه این پسر پاشه بره،
اگر که هستش به من بگین و ایده بدیم ببینیم مثلا قسمت‌های بعدی رو چی بسازیم. یا نوستویاکی رو هم حتما ببینین، خیلی فیلم خفنیه. دم همتون گرم و نوکرتونم دیگه، ببخشید سرتونم در بردم دیگه، اینا خود فرافکنی های چکرتیم، دمتون گرم، خداحافظ. اما یه چیزی هم توضیح بدم اینجا تا حالا نشونتون ندادم. این بخشی که در راست من داری میبینین اینجا کارخونه کوش، نه یه ذره جلوتر، وایس اول اینجا چراغ قرمز. این بخشی که در اون بر خیابون، در چپ خیابون دارید میبینید، کارخونه آبجوسازی مرکزی مونتریه که توسط یک هلدینگی به اسم کواتموک، که اگه یادتون باشه یه خیابونی هم بود یه بار کواتموک با هم رفتیم، که این کواتموک سرویسریا یعنی آبجوسازی کواتموک، اینجا خیلی برندهای آبجوسازی تحت لیسانس ایشون هستن. چاکرتونیم. این یه تیکه خیلی خوشگله چون که قدیمیه، با هم نگاه میکنید این بنای کارخونه آبجوسازی رو. من یادم این سمت راستش هم بود، خیلی قشنگه، همه چیز آجوریه اینا. ببینین هاینکن مکزیکو، اینا همه توش پر از عشق و محبت، این توها پر از لذت زندگی. آبجوی مکزیک، آبجو بخورید لذت ببرید، هرس نخور آبجو بخور و از این قبیل داستان. وای چه حواسم نبود، رومون نبودی بودیدم جلوم دستن. جاکرتونم دیگه، دمتون گرم، نوکریم. خداحافظ شما، خداحافظ.